سالهاست که وقتی صحبت از 13 به در میشه و بیرون کردن نحسی و اینها و دستن در کار شدن برای ساختن شادی و شادکامی، یک قیاس واقعی به ذهن هر کسی میزنه و اونم کار بزرگی است که مردم ما با مقاومت سراسریشون در حال انجامش هستن، یعنی زدودن نحوست و پلیدی رژیم آخوندی و آوردن خنده و شادی پایدار به میهنمون. اتفاقی که هم واقعی است، هم ضروری است و هم محتوم. البته امسال بیش از همیشه بهش نزدیک شدیم و پرتوانتر از همیشه داریم به سمتش حرکت میکنیم. از همین بابت هم هست که جای شادی و سرور بیشتر داره. تو
مثل بهاری مثل چشم ساری دیزمون بیبار خاک تشنه ایران چشم انتظارت بارون سیش ببار امید جونی ماه تابونی عشق تو دنیا دل تو چی دریا امید جونی ماه تابونی عشق تو دنیا دل تو چی دریا یکی از نغمه هایی که در نوروز امسال از سیمای آزادی شنیدیم ترانه‌ای بود با نام بهار ایران زمین. این ترانه، این قطعه حاصل همکاری هنرمندانی از کشورهای مختلف جهان بود، از ایران تا آمریکا، از عراق تا کانادا و از هند تا نروژ. جرمی لودن، هنرمند فرانسوی آمریکایی، همین قطعه رو به زبان انگلیسی ترجمه آزاد کرده و اون رو اجرا کرده و برای اون فرستاده تا به این ترتیب و از طریق سیمای آزادی در جشن مردم ایران شرکت کرده باشه. My name is Jeremy Lodian. I'm a musician that's been involved with this fight for democracy and freeing the peoples of Camp Ashraf. This is Nawzuru Shoma Mubarak. Thank you so much. Oh, sing the song, the sun shining on us. Its voices up for freedom, towards the future, my dear. The world will be more beautiful now, more beautiful, 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 with Iran's free. Nowruz Mubarak, Nowruz Mubarak, Nowruz
بیننده محترم دیگری پشت خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم حضور شما. الو. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. خوب هستی؟ الحمدلله. خودتون معرفی می‌فرمایید. من جوادپور هستم. بفرمایید خانم جوادپور. ببخشید اگه یکی هی قسم بخوره بگه به امام من این کار نکردم، به امام من این حرفو نزدم، ولی دروغ باشه یا اون کار نکرده باشه، اون وقت اینم گناه داره یا نه؟ منظور کنم من به امام دیگه، نه؟ یعنی اینکه امام راحلمون نه دیگه، ها؟ یعنی دائما منصوب؟ نه دیگه، همینجوری بگه به امام، اون وقت بگه که چرا میگه به امام، بگه من که نگفتم کدوم امام، پس گناه نکردم. یعنی حتی در قسم خوردنش هم خلاصه اشکالی هست. باشه، خیلی متشکرم. من با حاج آقا مطرح می‌کنم. متشکرم. حالا اینکه حاج خانوم از پاسخ به این سوال می تفرحونهن، لکن معلوم یک امام هست که هر کسی میخواهد قسم دروغ بخورد به آن قسم میخورد. آن هم امام قمام راحل هست. روایت هست که خودم در آن روایت بودم. در مجلسی صدای موسیقایی شنیدم به فعل 6 و ثامنه، یعنی 6 و 8. تا انا به خودم بجنبم یا بیام بگیرم نفس اماره رو، نفس اماره غالب گشت. الف مقصوره و واو ممدوحه بود که از مدل مدلولات میرفت میمنه و میسره، که میمنه میسره، میمنه میسره. قسم به اون نقل و نبات که خوردی، قسم به اون زیارتی که بله. یکی گفت حاج آقا میرقصی یا متقرسونی؟ گفتم به امام راحل نه. احوط آن بود که من گفتم. در این گونه موارد قسم خوردن به نام امام راحل حکم فقهی ندارد، چون به نفع نظام است. امیدوارم ایشان جواب ما را گرفته باشند. این بعدن ظرفه، ظرف آغاز حرفه، باید به بهداشت و سلامتش دقت کرد. من دستم رو که میرانم چاره‌ای ندارم، اینجا مگس و یا پشه و ایناست، یه مقداری آزار میده، لذا به محیط برمیگرده، چندان به من مربوط نیست. راست میگه. این بدن ظرفه، ظرف زیر برفه، اینا همش حرفه. اگه من گاهی اوقات شونام و دستام و اینا رو به این حالت در میارم، به خاطر اینکه چاره‌ای ندارم، به محیط برمیگرده. محیط آلوده است. یعنی پایان برزخ زمانی است که هنوز دارن آدم‌هایی و موجوداتی روی کره زمین زندگی میکنن و در هستی. بله. آره دیگه، به اینم میگن برزخ دیگه. اینم یه نوشه. فشار سنگ قبر جلو این فشاری که الان رو مقام ازما هست انگار دارن ماچت میکنن. نه خیر، دو وجب. همین چند وقت پیش امام راحل طلبید، بنده رفتم برزخ، دیدم آقا بزن و بکوبیه ها، میزنن و میرقصن و میخورن و میآشامن. گفتم امام چی شده کبکتون خروس میخونه؟ قاقل. دیدم همه با هم دست میزنن. آقا پرونده اعمالمون گم شده، پرونده اعمالمون گم شده. حالا از اون بر تو این دنیا ویکیلیکس اومده همه پرونده های مقام عظما رو کرده. الف زیر ب، ماشین بی ام ب، ویتامین س. خود تو خرگیر آوردی یا ما رو؟ سلام بر شما، من ناصر هستم از ونکوور کانادا، با شما صحبت میکنم. صدها سلام و تبریک به مناسبت سال نو و تمام هموطنانم در سراسر ایران. تبریک به شما که در اشرف و زندان لیبرتی با استقامت خودتون جهان رو بیدار کردید و برای رهایی ملت ایران از دست این ملاها اونها رو برپا داشتید. امیدوارم که شاد و پیروز و موفق باشید. پیامی هم دارم برای شما، امسال سال ماره، خامنه‌ای بر کناره. پیروز باشید.